سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 25 اپریل تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. صدها شهروند تاجیکستان در مرز روسیه و قزاقستان درماندند، آنها را به روسیه راه نمیدهند. داستانی آلمان نام 5 تاجیک متهم به تروریسم را نشر کرد. پلیس ایتالیا اعضای بازداشت شده گروه 24 را آزاد کرد. شهردار سابق دوشنبه یوری پاناسوف در مسکو وفات کرد. و اکنون تفصیلات خبرها. دادستانی فدرالی آلمان روز 24 اپریل سال 2024 در سامانش خبر داد که به ضد افزوده آسیای مرکزی با اتهام تشکیل گروه تروریستی، اشتراک در فعالیت این گروه و پشتیبانی از سازمان تروریستی داعش رسما عیب اعلام کردند. 5 متهم شهروندان تاجیکستانند و 1 نفر از ترکمنستان و 1 نفر دیگر از قرقیزستان بودند. بنا به اطلاع دادستانی 9 نفر سال 2022 از اوکراین به آلمان آمده از ماه ایول سال 2023 در بازداشت قرار دارند. اتهام تروریسم به ضد افزوده آسیای مرکزی را روز 28 مارس سال 2024 در بخش پرونده های امنیت دولتی دادگاه منطقه دوسلدورف اعلام کرد. دادستانی فدرالی آلمان اسم این 7 نفر را نیز نشر کرد. شهروند ترکمنستان عطا، شهروند تاجیکستان محمد شجاع، شهروند قرقیزستان ابرارجان، شهروند تاجیکستان نوریدین، شهروند تاجیکستان شمشاد، شهروند تاجیکستان سعید، شهروند تاجیکستان ربانی. دادستانی فدرالی آلمان میگوید دلیل‌های کافی به دست آورده است که این افراد را به تشکیل گروه تروریستی و اشتراک در فعالیت این گروه عیبدار کند. بر علاوه 6 متهم دیگر به استثنای محمد شجاع به پشتیبانی از فعالیت سازمان تروریستی داعش عیبدار شده. در این رابطه شمشاد، نوریدین، ابرارجان، عطا و سعید همچون به ویران کردن قانون تجارت خارجی متهم میشوند. خود دستگیر شدگان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی در عیبنامه آنها را به چنین اعمال عیبدار میکنند. این 7 عیبدار شونده یکدیگر را دیر باز میشناختند و همشان پیرو عقیده های تند اسلامی میباشند. در بهار سال 2022 در پی آغاز جنگ روسیه به ضد اوکراین این 7 نفر همزمان از آنجا به آلمان کوچیدند. در آلمان آنها همراه با 1 نفر دیگر که در هلند تحت تعقیب بازجویی قرار دارد برای تشکیل گروه تروریستی با مقصد در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی انجام دادن حمله‌های تروریستی از نام داعش زبانیه کردند. دادستانی آلمان میگوید اعضای این گروه با افراد در خارج آلمان قرار داشته سازمان داعش نیز در ارتباط بوده برای عملی ساختن نقشه‌های خود دائم وامی خوردند و مکانهای حمله‌های احتمالیشان را می‌آموختند. گفته میشد که آنها حتی تلاش کردند که سلاح بخرند و برای انجام حمله‌ها مبلغ گذار پیدا کنند، ولی دادستانی آلمان اعتراف کرده است که وقتی که این نفر به دست افتادند آنها هنوز نقشه یگان حمله مشخصی در دست نداشتند. بنابر عیبنامه‌شان 6 متهم دیگر به استثنای محمد شجاع از ماه اپریل سال 2022 تا ماه مای سال 2023 برای داعش یک جایه پول جمع آوردند و به نمایندگان این سازمان تروریستی در خارج چندین هزار یورو روان کردند. این 7 نفر را روز 6 یولی سال 2023 در ولایت رین فستفالیا در غرب آلمان دستگیر کردند و آنها از همان وقت در بازداشت قرار دارند. وقتهای آخر درباره شمار روزافزون زادگان تاجیکستان در صف سازمان‌های تروریستی اساساً داعش خبرها زیاد به دست می‌رسند. این حال باعث نگرانی جدی هم مقامات تاجیکستان و هم دیگر کشورها از جمله کشورهای غرب شده است. یک گروه اعضای حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 که روز 23 اپریل سال 2024 در شهر ریم پایتخت ایتالیا بازداشت شده بودند، نیمه دوم روز 24 اپریل بعد 26 ساعت بازداشت آزاد شدند. در این باره چند نفر از این بازداشت شدگان با نشر یک عکس از مرکز شهر ریم خبر دادند. گروه 24 نیز در یک اظهارات گفت یک گروه اعضای این حرکت که هنوز روز 21 اپریل با مقصد تشکیل اعتراضها به ضد سفر رسمی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به پایتخت ایتالیا رفته بودند، صحنه 23 اپریل ساعت 15:00 دستگیر گردیده، صحنه 24 اپریل ساعت 17:00 آزاد کرده شدند. گروه 24 میگوید پلیس ریم آنها را پس از تفتیشات
به سبب اون که هیچ اثر قانون‌شکنی از اونو پیدا نکردند آزاد کردند. اعضای گروه 24 در روزی آزاد شدند که امامعلی رحمان روز 24 اپریل در ادامه بازدیدش از ایتالیا با مقصد شناسایی با تجربه های پیشقدم نیول پروری و سبزیگردانی محیط زیست به شهر پیستویای فلورانسیا منطقه تسکان سفر کرد و روز 25 اپریل برای ادامه ملاقاتش بر این برگشت و قرار است روز 26 اپریل در واتیکان با پاپ روم فرانسیسک ملاقات کند. به فرق از اعتراضهای تیر ماه سال 2023 در برلین تا کنون با گذشت 3 روز از سفر امامعلی رحمان به مخالفین تاجیک میسر نشده است که به ضد سفر پرزیدنت تاجیکستان به ایتالیا یگان تظاهرات اعتراضی برگزار کنند. امامعلی رحمان روز 22 اپریل با هیئت دولتی برای انجام سفر رسمی وارد ریم شد و با رهبران اول این کشور از جمله با پرزیدنت و سروزیر ایتالیا ملاقات کرد. در جریان این سفر بین تاجیکستان و ایتالیا 7 سند همکاری به امضا رسید که مهمترینش سازشنامه بین دولتی اوید به همکاری در مسئله های امنیتی است و آن را وزیران داخلی دو کشور رمضان رحیمزاده و متئو پیاندتوزی امضا کردند. رحیمزاده در ملاقات با پیاندتوزی گفته است که بعضی جنایتکاران با بهانه پناهندگی در اروپا از جمله در ایتالیا پنهان شدند و تنها همکاری مقامات میتواند برای به جوابگری کشاندن این افراد مساعدت کند. معلوم نیست که آیا منظور رحیمزاده از بعضی جنایتکاران اعضای حلقه های جنایی یا اعضای گروه های تندرو چون داعش بود و یا فعالان اپوزیسیون تاجیک که 100 نفرش در کشورهای اروپایی پناه بردند. 10 شهروند تاجیکستان از آن شکایت دارند که از روز 22 اپریل سال 2024 در یک منطقه بین مرز روسیه و قزاقستان در روبروی گذرگاه سغرچین در مرز با ولایت اورنبورگ در ماندند، چون که مقامات روسیه شهروندان تاجیکستان را تنها بعد تفتیش موشکافانه به قلمرو این کشور راه می‌دهند. به گفته مؤلف ویدیو که یک نسخه‌اش به دست اداره پایگاه خبری بامداد رسید، شماره شهروندان تاجیک در روبروی گذرگاه سغرچین در مانده الکی تا صبح 24 اپریل به 180 نفر رسید و برخی آنها الکی 3 روز باز در اینجا در ماندند. مهاجران تاجیک روی روسیه میگویند در این 3 شبانه روز مرزبانان روس تنها 10 ماشین با شهروندان تاجیکستان را راه دادند. شهروندان کشورهای دیگر ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان به یگان مشکلات گذشته ایستادند، ولی شهروندان تاجیکستان را موشکافانه تفتیش میکنند، حتی درون تلفن‌هایشان را میکوبند که عضو یگان کانال شبه آور نباشند. به مهاجران تاجیک در گذرگاه سغرچین گفتند شهروندان تاجیک تا سن 14 و سن 59 بالا میتوانند بدون تفتیش گذرند، ولی طبق قاعده نفت همه اونهایی که سنشان از 14 تا 59 است باید شدیداً تفتیش کرده شوند. با نقلیات زمینی که نرخش ارزانتر است بر روسیه اساسا مردم میرود که پول چپته هواپیما برایشان گران است. شهروندان تاجیکستان در گذرگاه سغرچین در مانده شکایت دارند که آنها چند روز باز در منطقه بین مرز روسیه و قزاقستان در یک شرایط خیلی طاقت فرسا بدون خوراک و آب به سر میبرند و مجبورند در درون ماشین ها یا حتی در صحرا بخوابند. هنوز معلوم نیست که چنین محدودیت های شدید برای شهروندان تاجیکستان در راه ورود به قلمرو روسیه تنها در این گذرگاه جاری کرده شده است و یا در دیگر گذرگاه های مرزی روسیه و قزاقستان و باقی نقطه های عبور مرز روسیه از جمله در فرودگاه های آن کشور نیز به شهروندان تاجیکستان عین محدودیت ها جاری شدند. جانب روسیه و همین طور سفارت تاجیکستان در مسکو هنوز این مشکلات پیش آمده برای شهروندان تاجیک در مرز روسیه و قزاقستان را شرح ندادند، ولی تفتیش شدن شهروندان تاجیکستان در گذرگاه سغرچین روز 22 اپریل سال 2024 درست یک ماه بعد حمله خونین روز 22 مارت در تالار کنسرت‌های کراکو سیتی هال در شهر کراسنگورسک در کنار مسکو که 145 کشته به جا گذاشت جاری گردید. مسئولیت آن حمله را سازمان تروریستی داعش به دوش گرفت، ولی مقامات روسیه تلاش دارند که اوکراین را نیز در این حمله خونین عیبدار کنند. با اتهام دست داشتن در این حمله دست کم 18 نفر دستگیر شدند که 16 نفرش از جمله همه 4 نفری که مقامات روسیه عاملان اساسی حمله میشمارند از تاجیکستانند. ناظران امور مورد توجه ویژه مقامات روسیه
قرار گرفتن شهروندان تاجیکستان را محض به همین بستگی می‌دهند که متاسفانه وقت‌های آخر زادگان تاجیکستان با یک نیروی ضربه‌زن سازمان تروریستی داعش تبدیل یافتند و امیسرهای داعش از تاجیک‌ها در انجام حمله‌های در کشورهای گوناگون خیلی زیاد استفاده برده ایستادند. در روسیه نیز در پی حمله کروکوس دعوت‌ها برای جاری کردن ویزا با تاجیکستان و محدودیت‌های دیگر برای مهاجران تاجیک از جمله دیگر به آنها ندادن شهروندی روسی بلندتر صدا داده ایستادند. قاعده‌های ورود شهروندان تاجیکستان در مرز روسیه در عین اوج موسم نو مهاجرت کاری از کشورهای آسیای مرکزی به روسیه شدیدتر کرده شد. هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کار تاجیکستان به جستجوی کار به خارج و خصوصا به روسیه می‌روند. آنها هر سال به وطن چند میلیارد دلار پول می‌فرستند که یک منبع اساسی تامین زندگی اکثر خانواده‌های تاجیک و یک عامل مهم تامین پیشرفت اقتصاد و سودا در این کشور دانسته می‌شود. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. سابق معاون اول سروزیر تاجیکستان و شهردار سابق پایتخت این کشور شهر دوشنبه یوری پاناسوف روز 20 اپریل سال 2024 در شهر مسکو در سن 83 بر اثر بیماری قلب در به بیمارستان در داخل ماشین یوری تاجیلی از عالم چشم پوشید. در این باره روز 25 اپریل با تکیه به منبعش خبرگزاری روسی ریگنیوم خبر داد. یوری فیلمونوویچ پاناسوف 24 مارت سال 1941 در دهه اورولگا ولایت چلیابینسک روسیه به دنیا آمده. سال 1961 بعد ختم تکنیکوم ساختمان چتا به کار به تاجیکستان رفت و تا سال 1998 قریب 27 سال در آنجا ماند. یوری پاناسوف سابقه کاریش را سال 1961 در اداره ساختمان انشاءات صنعتی و ملکی نویه اورجیک-نوزاباد آغاز کرده. سپس چند سال در کمبینات اورجیک-نوزاباد به حیث استا مکانیک سرتکنولوژ کار کرد. سال 1972 به مقام معاون رهبر این کمبینات رسید. پاناسوف سال 1974 دانشکده مهندسی روی آهن تاشکند را غایبانه ختم کرد و با دریافت دیپلم مکتب عالی به کار حزبی گذشت. نقطه عظم بلند منصب‌های حزبی او این مقام کاتب یکم کمیته شهری حزب کمونیست در شهر کولاب در سالهای 1983-85 و کاتب دوم کمیته ولایتی KPSS در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سالهای 1985 1988 بود. پاناسوف سال 1988 تا 1990 معاون رئیس کمیته اجرایی شهر دوشنبه و سال 1990 وزیر ساختمان تاجیکستان بود. پاناسوف همین طور سال 1994 به جای جمالالدین منصوروف رئیس شهر دوشنبه تعیین شده تا سال 1996 در این منصب بلند کار کرد و این مقام را سپس به محمد سید عبیداللهیف یکی از چهره‌های پرنفوذ آن دوران سپرد. عبیداللهیف مقام شهرداری دوشنبه را بیش از 20 سال پیش خود نگاه داشت و تنها ماه ینور سال 2017 به رستم امامعلی پسر کلانی پرزیدنت امامعلی رحمان تسلیم کرد. یوری پاناسوف بعد ترک کرسی شهرداری دوشنبه 28 مارت سال 1996 به مقام معاون اول سروزیر تاجیکستان تعیین شد، ولی ماه ینور سال 1998 بعد همگی نزدیک 2 سال کار در این مقام از وظیفه آزاد کرده شد و به مسکو کوچید. او در مسکو سال 1998 تا 2001 سردار اداره کارگزاری گوستروی کمیته دولتی ساختمان روسیه بود. یوری پاناسوف برای خدمت‌هایش با اردن نشان فخری و 2 مدال سرفراز گردیده وکیل شورای عالی پارلمان وقت تاجیکستان نیز انتخاب شده بود. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 23 اپریل سال 2024 ساعت 13:30 هنگام چارواچرانی در چراگاه کویی یک ساکن 17 ساله دهه سبزار نویه شهرستان ولایت سوخت بر اثر رعد و برق در جای حادثه جان باخته است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده میگوید باران ساکنان را از خطر رعد و برق آگاه کرده بود. 2 روز پیش از احتمال باران و رعد و برق آگاهی داده و از ساکنان خواسته بود که در این 2 روزها از رفتن به صحرا و دشت و دامنکوها به غنچین ایزم و گیاه ماهی داری و چارواچرانی خودداری کنند. متاسفانه نه همه به توصیه‌ها و هشدارها گوش می‌دهند
و بعضا این گونه حادثه ها باعث فوجیه می شوند. گفته می شود در اطلاعیه این یاد گفته است که از روز 25 اپریل بر اثر آبشوی پیریخ‌ها اومدن سیل ها پیش بینی شده از 26 تا 28 اپریل سال 2024 باشد هوای نامساعد در نظر داشته شده است و در منطقه های کوهی و نزد کوهی باران های پرشدت باریده در بلندی 2500 متر. این باران ها می توانند به برف مبدل گردند. از 26 تا 28 اپریل سال روان خطر آمدن سیل ها در یک قطار نویه های توبه جمهوری، ولایت های ختلان، سوخت و ولایت مختار کوهستان بدخشان وجود دارد. همچنین بالاروی سطح آب در دریاهای یوغسو، قزلسو و دریاهایی که از قطارکوه‌های ایسار جاری می‌شوند از احتمال دور نیست. باران‌های پرشدت می‌تواند باعث ملایم شدن خاک و حرکت آن در منطقه‌های کوهی و نزد کوهی شود. این حتی می‌تواند باعث لغزش ترمه یرچ، ریزش سنگ و آمدن سیل گردد. در این رابطه کمیته به ساکنان این ناحیه‌ها توصیه می‌دهد که در این روزها به غنچین اعزام، شکار و ماهیداری نروند. همچنین توصیه می‌شود که در این روزها در این منطقه‌های نزد کوهی و کوهی چور واچرانی مصلحت نیست. رانندگان هنگام سفر با راه‌های کوهی بیشتر احتیاط کنید. قاعده‌های بی‌خطری را جداً رعایت کنند. کمیته شهروندان با احترام خواهش می‌کند که در حال پیش آمدن حالت فوق‌العاده با یاری تلفن‌های 93 880 2819 223 1311 به یاری دعوت کنند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روزهای 23 اپریل در 3 صدمه 4 نفر سنشان از 30 تا 86 ساله به هلاکت رسیدند. از جمله صبح بر وقت 23 اپریل سال 2024 تخمین ساعت 04:30 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا محمدالله شیرعلی سال تولدش 1968 ساکن نویه رشت هنگام حرکت با روی ماشینگرد وحدت رشت لخش از طرف کوچه محیدین و فشار غرب به سمت مرکز همین شهر با سبب‌های نامعلوم از روی ماشینگرد بیرون شده به شقوری تخمینا 30 متر به دریای سرخوب چپ شده است. در نتیجه خود راننده محمدالله و مسافرش کمال و زیبانو سال تولدش 1985 ساکن نویه رشت جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. 23 اپریل سال 2024 تخمین ساعت 09:40 دقیقه راننده ماشین تمغه شانسی بازاروف خال محمد سال تولدش 1965 ساکن شهر کولاب هنگام حرکت از سمت محله سفرف به سمت محله بازار امین شهر اسوده دوره واسطه نقلیات نور آمده پیادهگرد سالخورده تلویف نصرت الله سال تولدش 1938 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه مستفید 86 ساله جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. 23 اپریل سال 2024 تخمین ساعت 19:00 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا حسنوف رستم سال تولدش 1969 ساکن نویه کوشانیان هنگام در حالت مستی حرکت کردن از سمت نویه وخش به سمت نویه کوشانیان در حدود جماعت دیوت نوبهار نویه مذکور اسوده دوره واسطه نقلیات نبر آمده دوچرخران اکرموف نسیم جان سال تولدش 1994 ساکن همین نویه را پخش نموده است. در نتیجه اکرموف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی گفت تحقیق این حادثه ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.